یه دانشجوی فنلاندی تو سال 1991 بزرگترین سافتور تاریخ بشریت رو توی خوابگاهش استارت میزنه. اون زمان یه سیستم عاملی بوده به نام گنو و این دانشجو میاد کرنل این او اس رو از اول خودش مینویسه. پروژه هم اوپن سورس بوده، پس میتونسته با تیم توسعه در واقع کلابریت بکنه، میتونسته کد بزنه خودش و به اون پروژه اضافه بکنه. بعد از اینکه این اتفاق میفته تیم توسعه گنو میبینن که کرنل خوبی نوشته و خوششون میاد از این کرنل و آروم آروم میان کدایی که این دانشجو نوشته رو به سورس کد اصلیشون اضافه میکنن. بعداً اسم این پروژه به جای گنو میشه گنو/لینوکس یا گنو لینوکس. بله، این دانشجو لینوس توروالدز بوده. البته این گنو تو اسم گنو لینوکس به مرور زمان ازش میفته و تبدیل میشه به لینوکس، ولی وقتی که ما میگیم لینوکس منظورمون هم گنو لینوکسه. البته آقای استالمن خیلی از این اتفاق ناراحت میشه، ولی خب اتفاقی که افتاده دیگه. Linus Torvalds, a college student in Finland, wrote a kernel and he gave it the name Linux. If you look at what it's made of, is GNU with Linux added. اون زمان لینوکس پروژه رو خودش به تنهایی استارت میزنه، ولی از اونجایی که کد خیلی خوبی نوشته بوده و پروژه هم اوپن سورس بوده، تعداد زیادی از دیولپرها به این پروژه جوین میشن. تقریباً 8 میلیون خط کد و 1000 نفر کانتریبیوتور به این پروژه اضافه میشه. کار به جایی میرسه که لینوکس دیگه خودش وقت نمیکنه کد بزنه، فقط میتونه بالا سر پروژه وایسه، اینکه کدای بقیه رو ریویو بکنه یا اگر باگی چیزی داره برطرفشون بکنه و به سورس کد اصلی اضافه بکنه. یکم که میگذره لینوکس به این نتیجه میرسه که زمانش رسیده که با یه ابزاری این کارو انجام بده، چون میگم وقت خودش خیلی میرفت سر این مسئله. میاد از یه ابزاری استفاده میکنه به نام بیت کیپر. کاری که میکرده این بوده که دیولپرها با هم دیگه هماهنگ میکرده و در واقع ورژن سورس کدمون رو کنترل میکرده. اما تو سال 2002 بیت کیپر همه چی رو عوض میکنه. میاد میگه آقا سرویس من دیگه پولیه، شما نمیتونید رایگان ازش استفاده بکنید. در صورتی که لینوکس دلیل اصلی که از این سرویس استفاده میکرده این بوده که رایگان بوده، چون ابزار دیگه بودن که این کارو میکنه، اما به خاطر اینکه دیگه پولی شده و دیگه رایگان نیست مجبور میشه که یه کارهای عجیبی انجام بده. لینوکس هم کلا آدم عجیبیه، یه وقتا یه کارایی میکنه که اصلا بعید از یه آدم، چه برسه به کسی تو مقابل لینوس توروالدز که اومده لینوکس رو نوشته. اصلا همین چند وقت پیش یه واکنش خیلی عجیب به شرکت انویدیا نشون میده و اتفاقا کلی هم سر صدا میکنه. So Nvidia, fuck you. این اتفاقو میتونید تو این رشته توییت کامل ببینید. حالا شما فرض کن یه عمر برنامه‌نویس داری، هسته لینوکس هم خودت نوشتی. منطقی اینه که خودت بشینی یه ابزاری بسازی که این کاری که می‌خوای برات انجام بده. دلیل اصلی استفاده لینوکس از بیت کیپر ساختار غیر خطی اون بود که باعث میشد برنامه‌نویسا به صورت مجزا ولی تو یک زمان رو فیچر مختلفی کار بکنن. خلاصه اینجوری میشه که آقای توروالدز تو سال 2005 اولین نسخه ابزار ورژن کنترلش رو منتشر میکنه به نام گیت. ابزاری که هر 100 تا تیم برنامه‌نویسی حداقل 120 تاش دارن ازش استفاده میکنن. حالا به عنوان بگه برنامه‌نویس این گیت برای ما چه کاربردی میتونه داشته باشه، کجا میتونه ما رو کمک بکنه؟ با مثال میریم جلو. فرض کن که توی تیم 4 نفره‌ای و دارید روی پروژه با هم دیگه کار میکنید. اولین چالشی که با هم دیگه دارید این که کداتون با هم دیگه سینک باشه که بتونید کارو تخص کنین و با هم دیگه پروژه رو ببرید جلو. اصطلاحاً بتونید با هم کلابریت بکنید که همش درگیر فرستادن کدا و جا زدن کد بقیه به کد خودتون نباشید. جا زدن هم که میدونی وقتی کد یکی دیگر به کد خودت جا میزنی ممکنه 1000 تا باگ بزنه بیرون. حالا معلوم نیست این باگ از کد خودته یا از کد کسی که ازش گرفتی یا اصلا به خاطر اینکه دوتا دارن به هم وصل میشن باگ زده بیرون، معلوم نیست. بعد تازه این مشکل فقط تو هم نداری، 3 نفر دیگه تو تیم هستن که عین تو درگیری. مثلا حالا الان با گیت میتونیم هر تعداد برنامه‌نویس روی هر پروژه‌ای با هم دیگه سینک کنیم و بتونن با هم کلابریت بکنن. الان که داریم صحبت میکنیم هسته لینوکس 28 میلیون خط کد داره و تعداد دیولپراش انقدر زیاده که گیت هاب به جای اینکه تعداد بنویسه علامت بی‌نهایت داره نشون میده. کاربرد دیگه گیت اینه که فرض کن توی بعد از ظهر گرم تابستونی داری از کافه میری خونه، آقا دزده تو رو میبینه، میاد کیفتو میدزده. تو کیفت چی بوده؟ لپتاپ بوده. اولش نگران لپتاپت میشی، ولی یه ذره که میگذره میگی ای بابا من 5 روزی بعد پروژه تحویل بدم، کدام هم جای دیگه ندارم، چیکار کنم؟ الان تازه حس میکنی کاملا بدبخت شدی. تا بیا به این فکر کنی که پروژه رو چجوری بزنی و چی به کارفرما بگی و اینا. آقا دزده داره از مرز پاکستان زمینی با لپتاپت رد میشه. تو فقط 5 روز تا ددلاین پروژت مونده و تو این 5 روز هم واقعا نمیتونی پروژه از اول بزنی چون 1 ماه روش کار کردی. اینجاست که گیت به کمکت میاد. اگه با گیت کار میکردی احتمالاً پروژت روی گیت هاب چیزی بالا میبود و با هر سیستم میتونستی کارتو تحویل کارفرما بدی و با چستومنی که بهت میده بری یه لپتاپ قسطی برداری. دیگه گیت کجا به کارو میاد؟
اونجا که شب شده سیس جغد شبو گرفتی نشستی تو یه شب 100 تا فیچر کد زدی، ولی صبحش که خواب پا میشی میبینی که کدت یه باگ عجیبی داره. بعد باگم مربوط به کدایی که دیشب زدی نیست، اینش خیلی عجیبش میکنه. بعد حالا 10 ساعت بعد بذاری تک تک فیچرها رو بررسی بکنی و تازه بفهمی که کدوم یکی از این فیچرها باعث شده که این باگ به وجود بیاد. ولی اگه پروژه روی گیت می بود به راحتی میتونستی بین ورژن‌ها جابجا بشی و بفهمی که با اضافه کردن کدوم فیچر کدت به این مشکل خورده. کلا گیت کاربردهای زیادی داره، مثلا CI/CD مخفف Continuous Integration و Continuous Delivery که این فریانت به ما کمک میکنه که کدمون رو به راحتی روی سرور دیپلوی بکنیم و بدون درد و خونریزی محصولمون به دست یوزر برسونیم. بعد تازه این فریانت خیلی کنترل شده و سریع و اتوماته. CI/CD مثل یه زنجیر از ابزارهایی میمونه که به ما کمک میکنن که این کارو انجام بدیم. اولین حلقه این زنجیر هم گیته. خب اول از همه نیاز داریم که گیت رو نصب بکنیم. میایم داخل گوگل و سرچ میکنیم اینستال گیت. البته ممکنه که شما روی ویندوز، لینوکس یا روی مک باشید. پس میای اینجا می‌نویسی آن مثلا ویندوز، لینوکس یا مک. خب همین که شما اینو سرچ می‌کنی 1000 تا لینک اینجا برات باز میشه که میتونی گیت رو از توش نصب بکنی. من خیلی تاکید خاصی رو نصب گیت ندارم چون تو همه لینک ها آموزش داده این کار رو انجام بدی. پس خیلی سریع میریم سراغ آموزش. شما فرض کن که ما پروژه داریم، مثلا یه فایل HTML میخوایم که گیت رو به پروژهمون اضافه بکنیم. خب VS کدمون رو باز میکنیم و یه پروژه جدید استارت میزنیم. میایم داخل فایل، میایم تو قسمت اوپن فولدر و توی قسمت پراجکتمون یه دونه فولدر میسازیم. اسمش رو میذارم گیت داش اینترو. خب داخلش هم یه دونه دیگه میسازم، مثلا مینویسم مثلا پارت 1. خب پروژه ما قراره توی فولدر پارت 1 باشه. میایم اینجا یه دونه فایل index.html میسازیم. داخلش هم خیلی سوبری یه فایل HTML درست میکنیم با همین دیفالت خود VS کد. فایلمون رو سیو میکنیم و میخوایم بازش بکنیم. ریویلینگ فایندر رو میزنیم که فایل باز شه برامون و اوپن ویت کروم میکنیم. خب چیز خاصی توش نیست طبیعتا. میایم داخل کد اینجا یه دونه های می نویسیم، فقط میخوایم مطمئن شیم که این کار میکنه یا نه. برای اینکه نخوای هی تغییر بدی بریم و رفرش بکنیم اینا، میتونیم یه حرکت جالبی انجام بدیم. بیایم اینجا مثلا من یه تغییری دارم میدم، خب فایلمو سیو کردم، بعد بیام اینجا دوباره رفرش بکنم تا تغییرمو اینجا ببینم. حالا برای اینکه این اتفاق نیافته خیلی سریعتر کارم انجام بشه، یه اکستنشنی هست تحت لایو سرور. من اینو نصبش میکنم که هی نخوام برم و بیام دیگه. کلا برای فایل HTML خیلی کاربرد داره. خب این لایو سرورمون هم نصب شد، بریم ازش استفاده بکنیم. من میام تو همین قسمت فایل‌ها و این دکمه اینجا اضافه شده تحت عنوان گو لایو. اینو میزنم و لایو میشه. دقت بکنید رو پورت 5520 میاد بالا، یعنی یه وب سرور کوچولو داره میاره بالا که فقط این فایل HTML رو سرو میکنه. هر بارم که کنترل اس میکنه این کار یه رو دیگه انجام میده. میایم اینجا یه تغییری توش میدیم، مثلا اینا بهش اضافه میکنیم. میایم داخل کروم و میبینیم که اضافه شده و خیلی راحت میتونیم که تغییراتمون رو داشته باشیم. حالا کاری خیلی با این نداریم، بریم پروژه گیتمون رو استارت بزنیم. من یه ترمینال باز میکنم داخل VS کد، میام اینجا مینویسم که گیت اینیت. حالا چرا ما داریم تو ترمینال این کار انجام میدیم؟ چون شما به دو روش میتونید با گیت کار بکنی. یا از توی CLI بری جلو. CLI همین چیزیه که اینجا باز شده، همین ترمینالی که اینجا هست، کامند لاین اینترفیس. خب یا بیایم از CLI بریم جلو که کامندا رو تایپ بکنیم کارو برامون انجام بده، یا اینکه بخوایم با یه UI انجام بدیم، با یه برنامه این کارو انجام بدیم. من خیلی پیشنهاد نمی‌کنم که با GUI این کارو بکنید، چون که کنترل خیلی بیشتری داری رو کاری که انجام میدی وقتی از CLI استفاده میکنی و همینطور خیلی از این GUI ها باگ دارن و ممکنه اون کاری که تو داری انجام میدی و اون لحظه برات انجام نده. بعد کلا گیت چیزیه که خیلی ویژوال نیست، خیلی به راحتی قابل درک نیست. سر همین باعث میشه که خیلی گیج بشی که دقیقاً داری چیکار میکنی که بفهمی تا کجای کار انجام شده. سر همین ما کلا سویچ میکنیم رو CLI، چون واقعیتش اینه که دیولپری که با CLI گیت نتونه کار بکنه یه جورایی میشه بهش گفت که دیولپر نیست. خب خلاصه ما اینجا یه دونه گیت اینیت مینویسیم.
بعد از اینکه گیت اینیتو زدیم اینجا میگه که یه دونه ریپوزیتوری خالی گیت برات اینیشیال کردیم. داخل کجا؟ داخل این آدرسه. حالا خیلی کاری با آدرسش نداریم. من ترمینالم خالی میکنم، یه کلیر میذارم که خالی بشه. میبینم که این فایل سبز شده اینجا. این رنگش سبز بود، قبلا سفید بود. بعد اینجا داخل این قسمت سورس کنترل یه دونه 1 اضافه شده که اینجا دارم میبینم که یه اتفاقی انگار افتاده داخل سورس کدم. ما میگیم اوکی، کاری الان باش نداره. الان فقط میخوایم ببینیم که گیت چجوریه و چجوری میتونیم با CLIش کار بکنیم. خب الان یه دونه ریپوزیتوری خالی اینیشیت کردیم داخل پروژمون و نکته که که الان خالیه، خودش هم گفته امتی. الان ما میخوایم پرش بکنیم، میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم کدایی که داریم و یه ورژن بهش اضافه بکنیم. الان میایم چیکار میکنیم؟ یه کامندی هست تحت عنوان git add نقطه. ما به جای نقطه درستش اینه که بیایم اسم فایلمون رو بنویسیم. ولی شما فرض کن که یه تعداد زیادی فایل داری و پروژه بزرگه، بعد بخوای دونه دونه اسم فایلاتو بنویسی و بذاری اینجا، خب یه مقداری اذیتت میکنه. و میام مینویسیم که git add یه دونه نقطه یعنی همین فولدری که داخلش، یعنی کل این فولدر رو شما بیا اد کن به این کاری که میخوایم انجام بدیم. حالا اینم بگم این از سر در واقع گشاد بازیه که داریم کارو میکنیم. درستش اینه که اسم فایل رو تک به تک بهش بدی و توی هر فایل بیا توضیح بدی که چه تغییرش دادی. ولی باز جلوتر به یه سری مفاهیم میرسیم که نیازی نیست حتی این کارم انجام بده. با همین git add نقطه کاری که میخوایم باش انجام میدیم. در واقع جوری از گیت استفاده میکنیم که دیگه نیاز نباشه تک به تک فایل ها رو بیایم بهش بدیم. گیت اد نقطه رو وارد میکنیم، چیز خاصی با ما نمیگه. یه کامندی داره گیت تحت عنوان گیت استاتوس. گیت استاتوس میاد برام توضیح میده که گیتمون تو چه وضعیتیه. یه دقت بکنین اینجا نوشته آن برانچ مستر که الان کاری کلا با این نداریم. نو کامیتیت هم کاری باهاش نداریم. خب اینجا نوشته changes to be committed. خب یعنی چی؟ یعنی یه سری از تغییرات هستن که تو میخوای کامیتشون بکنی. میگه که اینجا من توضیح داده نوشته نیو فایل index.html، یعنی تو توی این تغییرات اومدی یه فایل جدید اضافه کردی. میگیم اوکی، ما یه فایل جدید اضافه کردیم. کامند بعدیمون git commit git commit -m و یه جمله، یه توضیحی. حالا این داستانش چیه git commit؟ ببینید ما زمانی که داریم کار میکنیم با گیت تغییراتمون رو میبریم اول استیج میکنیم. خب فرض کن که یه زمینی هست، یه سری توپ داخلشه، یه سکویی ما داریم که یه ذره بلندتر از زمینه. اون توپایی که میخوایم مثلا پرتاب بکنیم و اول میذاریم داخل اون سکوه، بعد پرتاب میکنیم. کاری که گیت اد برای ما انجام میده همینه. اومدیم تغییراتی که داشتیم توی همه فایل‌ها، چون یه دونه دات زدیم یا به هر اسم فایلی، اومدیم تغییراتمون استیج کردیم، حالا میخوایم کامیتش بکنیم. حالا چجوری میتونیم کامیت بکنیم؟ کامندی که میتونیم در واقع کامیتی که داریم رو بسازیم همین گیت کامیته. گیت کامیت -m مخفف در واقع سویچ مسیجه، یعنی کامیت ما مسیجش چیه. حالا داستان این مسیجه چیه؟ شما فرض کن که یه تغییری دادی، خب و میخوای بعداً بدونیم که این تغییری که دادی شامل چیا بوده، یه توضیحاتی براش بنویسی، یه مسیجی براش بذاری. میگه چیکار میکنیم؟ از این مسیج استفاده میکنی. و نکته خیلی جالب اینه که اگه مسیج رو بهش ندی اصلا قبول نمیکنه ازت. میگه آقا تو حتما باید به من مسیج کامیت تو بدی. من میام اینجا داخل مسیج مینویسم که آقا add index.html، من فایل index.html رو اد کردم، کامیت رو زدم، گفتش که آقا توی کامیتی که داشتی یه دونه فایل عوض شده، 12 تا اینزرشن انجام شده، این 12 تا در واقع کاراکتر یا 12 تا خط بهش اضافه شده. حتی اینجا منظورم 12 تا خطه، چون اینجا 12 تا خط گذاشتم. من میام دوباره یه گیت استاتوس میگیرم. گیت استاتوس که میگیرم میشه nothing to commit working tree clean. یعنی چی؟ یعنی که آقا اوضاع الان کاملا سیفه و هیچ تغییری تو اضافه نکردی که تو گیتت نباشه. اگه این بغلم دقت بکنی این index.html اصلا سفید شده دیگه، حتی سبز هم نیست. من میخوام یه تغییر دیگه بین اضافه بکنم. الان نوشتم های I'm زود کد. خب توی خط بعدی میخوام بنویسم که مثلا گیت توتوریال، یه تغییر بهش دادم. همین که تغییر رو میدم این فایل دوباره زرد میشه. میام اینجا گیت استاتوس میگیرم، دوباره میبینم که میگه که بله، میگه که یه تغییری هست خب که هنوز استیج نشده برای کامیت. یعنی تغییر تو حتی هنوز استیج نشده که بخواد کامیت بشه و کامیت هم نشده منطقا. بعد اینجا نوشته که modified index.html، یعنی فایل index.html مون عوض شده.
میگم اوکی. و اینجا گفته که میتونی که یا گیت اد بکنی یا گیت کامیت بکنی، برای اینکه این چنجی که دادی استیج شده کامیت. اینجا می‌نویسیم که گیت کامیت داش ام یه مسیجی می‌خوایم براش بذاریم. مثلا من می‌نویسم add some text. اینو میزنم ولی به هم ارور میده. چرا؟ چون هنوز استیج نکردم تغییراتمو. می‌نویسم گیت اد نقطه استیج میشه، بعد میام می‌نویسم گیت استاتوس که ببینم چه اتفاقی افتاد. می‌بینم که اینجا ثبت شده. میگه که آقا این تغییری که تو دادی میخواد کامیت بشه، یعنی استیج شده. رنگش هم سبز اون تغییره و میتونیم بریم کامیتش رو انجام بدیم. می‌نویسیم git commit dash m، همون چیزی که بالا داشتیم دیگه. چی نوشته بودیم؟ نوشته بودیم add some text. میزنیم اینو و دوباره میگه که آقا یه فایل عوض شد، یه دونه هم تو یه خطت هم اینزرشن اتفاق افتاد. من یه دقیقه کلیر بکنم ترمینالمو، یه گیت استاتوس میگیرم و میبینم که بله همه چی درست انجام شده و کامیت من اتفاق افتاده. میایم داخل گوگل کروم و میبینیم که تقریبا اینجا اضافه شده و همه چی سیفه. حالا میام یه تغییر دیگه به فایلم اضافه میکنم. مثلا میام اینجا مینویسم که صدای اردک کوک میکنم. خب اینو مینویسم اینجا. من یه تغییر اینجا اضافه کردم. اوکی. حالا من اگه بیام دوباره اینو اد بکنم کامیت بکنم به ریپوزیتوریم اضافه میشه دیگه. حالا من میخوام چیکار بکنم؟ میخوام دو تا تغییر داشته باشم. میخوام یه ورژن دیگه ای از کدم داشته باشم. حالا من میام یه تغییر دیگه به کدم اضافه میکنم. مثلا یه دونه کوک داخلش مینویسم که مثلا یعنی صدای اردکه. سیوش میکنم، میام اینجا میبینم که بله اینا دارم میبینم تغییراتش رو توی فایل index.html ام و میخوام یه دونه کامیت دیگه هم بزنم. خوشم اومده. تا زیاد گرفتم، میخوام چند تا کامیت بزنم. میذارم git add نقطه اد میشه، گیت استاتوس میگیرم، مطمئن شم که درست انجام شده یا نه. میبینم که سبز درست انجام شده و می‌نویسم git commit dash m add quick text. اینم میزنم، دوباره کارم انجام میشه. دوباره گیت استاتوس میگیرم، میبینم که درست انجام شده و همه چی سیفه. حالا میخوام ببینم که این کامیت هایی که زدم کجا رفته، چی شده، چه اتفاقی اصلا افتاده تا الان. یه دونه گیت لاگ می نویسم اینجا و برای من لیست کامیت هایی که زدم رو آورده. همونطوری که میبینید من 3 تا کامیت دارم که هر کدوم از این کامیت ها یه دونه استرینگ داره، یه دونه هش داره. بعد همینطور اومده نوشته که نویسندش کی بوده، کی این کامیت رو ساخته، تو چه زمانی این کار رو انجام داده و مسیجش چی بوده برای این کامیت. خب اوکی، من دیدم فهمیدم که چجوری میخوام از این بیام بیرون. کیو رو میزنم و میاد بیرون از داخل این قسمتی که بودیم. و یه نکته ای هست شاید براتون جالب باشه که چرا میاد یه همچین هشی رو جنریت میکنه برای هر کامیت. ببینید کامیت ها کاملا یونیکن و نباید تکراری بشه اصلا بینشون. چرا؟ چون هر کامیت نشون دهنده یه تغییر داخل کد ماه. بعد برای اینکه بعداً بتونیم اینا رو پیدا بکنیم میاد یه آیدی انگار بهشون اساین میکنه. حالا آیدی چیه؟ هش یه چیزیه. هش هم که میدونید کاملا میتونه یونیک باشه. اگر اون سید اولیه‌اش یونیک باشه میتونه کاملا یونیک باشه. احتمالاً سید تایم رو داخلش وارد کردن که میتونه یونیک باشه. حالا اومدن این هش رو ساختن، خب برای اینکه ما بتونیم بعداً به این رفرنس بدیم، بتونیم این کامیت رو پیدا کنیم. انگار رو کامیتمون اسم گذاشتیم با این کار. منتها این کار رو خودش انجام میده که دست خودش باشه داستان. حالا الان من میخوام برگردم به ورژن قبلی کدم. چجوری این کار رو انجام میدم؟ یه کامندی از سطح چک اوت. گیت چک اوت هش کامیتم. هش کامیت من چیه؟ اینه. من میخوام برگردم به این کامیته. اگه دقت بکنی یه دونه کوک ما اینجا داریم. میخوایم اینو یه دونه استپ برگردیم عقب. انگار بریم ورژن قبلی کدمون. ببینیم مثلا گیت چک اوت هش این کامیته. هشش رو میزنم و اینتر رو میزنم. اینطوری که میزنم این خطه یهو میره. میام اینور و میبینم که اونم رفته. حالا من الان میخوام برگردم به یه ورژن عقب‌تر. دوباره می‌نویسم گیت لاگ که ببینم چه کامیتایی داشتم. میبینم که اوکی از اینجا به قبل من 2 تا کامیت داشتم. یه دونه اد سام تکست داشتم و یه دونه هم اد index.html. دوباره این میخوام برگردم به اد index.html. کپی میکنم هشش رو مینویسم گیت چک اوت هش کامیتم. میرم و میبینم که کلا اون متن دوممونم رفته، اون گیت توتوریالمون هم رفته. اوکی، دیدیم که خط به خط حذف کرد و کارمون رو برد جلو. الان اگه دقت بکنی من این گیت استاتوس بگیرم میبینیم که میگه که آقا هد دیتچ شده از اینجا. این چیه؟ این هش همون کامیت است و تغییراتمون هم برگشته عقب. ولی الان میخوام برگردم دوباره سر آخرین ورژن کدم. چیکار میکنم؟ می‌نویسم گیت چک اوت مستر.
حالا اینکه مستر چیه بعداً جلوتر بهش میرسیم. اینتر رو میزنم و دوباره اون 2 تا خط دیگه میاد. حالا من اینجوری انگار هیچ وقت این 2 تا خط دیگه نمیتونم از دست بدم. چرا؟ چون کامیتش کردم و رفته داخل گیتم. میام اینجا یه دونه کلیر میزنم و برام سوال پیش میاد که این ریپوزیتوری کجاست، چه جوری ساخته شده. یه دونه ls میگیرم. ls مخفف لیسته، در واقع کامند لیست کردن فایل داخل یه دیرکتوری توی سیستم‌های یونیکس بس همون ls. ls میزنم، میگه که توی یه دونه فقط index.html اینجا داری. میام می‌نویسم ls-la. اینو که بزنم میگه که تو یه دونه فولدر .git هم داری، ولی اینجا نمیتونی ببینیش. چرا؟ به خاطر اینکه یه دونه دات اولش اومده. کلا توی سیستم‌های یونیکس بیس وقتی که یه دات اول اسم یه دونه دیرکتوری میاد، دیرکتوری هم فولدر میاد، کلا اینو دیگه نشونش نمیده، انگار هیدنش میکنه. بریم داخل این دات گیت ببینیم که داخلش چه خبره. ls میگیرم، میبینم که یه سری فایل اینجا هست که من کاری با اینا قطعا ندارم. میام مثلا داخل چه میدونم مثلا هوکسش دوباره یه سری فایل داخلش میبینم. برمیگردیم عقب. الان داخل دات گیتیم، دوباره یه دونه دیگه برمیگردیم عقب، داخل خود پروژه‌مونیم. کلا هر کامند، هر کاری که ما با گیت انجام میدیم، گیت میره این تغییرات و این فایل و این داستان کلا میره داخل فولدر دات گیت مینویسه. برای همینه که شما تو دسکتاپ هیچ وقت نباید گیت اینیت بزنی، چون وقتی گیت اینیت میزنی این فولدر ساخته میشه. ما اومدیم یه فولدر ساختیم، پروژه‌مون رو ریختیم اون تو و فقط تغییرات داخل اون فولدر رو میاد برام ترک میکنه گیت. اگه من تو دسکتاپ هم بیام کامند گیت اینیت رو بزنم، میاد یه فولدر دات گیت میسازه، کل محتویات دسکتاپ همو به ازای هر تغییر میریزه تو خودش. شما فرض کن داخل دسکتاپ 1 گیگ فایل باشه، به ازای هر کدوم از این تغییرات بخواد این ترک بکنه اینا رو، اصلا یه مصیبتی میشه. سر همین اگر یه همچین اتفاقی افتاد، سریعا فولدر دات گیت رو پاک بکنید، کلا انگار ریپوزیتوری از اول نداشتید، انگار هیچ وقت گیت اینیت نزدید. الان ما فهمیدیم که این فولدر دات گیت چیه و چجوری میتونیم پیداش بکنیم. البته شما این بغل با یه سری تنظیمات میتونید یه کاری انجام بدید که فایل‌های هیدن هم اینجا براتون نشون بده. خب حالا میرسیم به مفهوم بعدی، برنچ. برنچ کلا داستانش چیه؟ برنچ به معنی شاخ هست به انگلیسی، یعنی که ما میتونیم از درخت گیتمون چند تا شاخه جدا بکنیم و رو هر کدوم از اون یه سری تغییرات جداگونه‌ای بذاریم. به عنوان مثال من میام اینجا یه دونه تگ اچمال میسازم، داخلش مینویسم مثلا زود کد، اینو سیوش میکنم. اینجا میبینم که یه دونه در واقع تگ اچمال خورده و زود کد بر من نوشته. حالا میخوام توی یه برنچ دیگه به جای h1 بیام h2 بسازم یا اصلا h6 میسازم که ملموس‌تر باشه تغییرش. میام اینجا مینویسم که گیت استاتوس، یکی این که میگه آقا یه تغییری داری که هنوز کامیتش نکردی، بریم اول کامیتش بکنیم. مینویسیم گیت اد نقطه گیت کامیت داش ام اد بذار دقیق تر بنویسیم اد h1 تگ، تغییرات اون کامیت رو رفت داخل گیت. خالی میکنم ترمینال رو، میام اینجا یه دونه برنچ میسازم، میخوام کامند برنچ ساختن الان بهت یاد بدم. میام تو ترمینال بنویسی گیت برنچ، اسم برنچت. حالا اسم برنچ من چیه؟ مثلا اسمشو میذارم تمپ، مهمم نیست الان اسمشو میذارم تمپ. حالا دوباره میام گیت استاتوس میگیرم، میبینم که تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، ولی میام مینویسم گیت برنچ. اینو که بزنم لیست برنچمو میاره. همونطور که میبینی اینجا یه دونه برنچ مستر داریم، یه دونه برنچ تمپ داریم. مستر سبز یه ستاره هم کنارش خورده. ستاره یعنی چی؟ یعنی من الان رو برنچ مسترم. این دقت بکنید توی گیت استاتوسی هم که گرفتیم اینجا گفته آن برنچ مستر، یعنی من الان رو برنچ مستر هستم. حالا الان به جای مستر میخوام برم روی تمپ. چیکار میکنم؟ مینویسم گیت چک اوت تمپ. الان رفتم رو برنچ تمپ. میبینید که اینجا نوشته سویچ تو برنچ تمپ. الان رو برنچ تمپ هم میام اینجا یه دونه تگ h6 باز میکنم، توش مینویسم که this is temp branch. بعد از اینکه این تگ رو اینجا ساختیم بیایم داخل فایل HTML رو میبینیم که تغییراتون هم اینجا اومده. حالا وقتش که این تغییرمون رو کامیت بکنیم مینویسیم git add نقطه git commit dash m add h6 hش هم بزرگ میکنیم تگ. آقا کامیتمون هم زدیم. حالا الان میبینیم که تغییراتون هم اینجا هست دیگه سر جاشه. حالا الان مینویسیم که git checkout
مستر. میخوایم بریم رو برانچ مستر دوباره. اینو که بزنیم یهو این میره، این H6 میره و فقط این H1 رو ما اینجا میبینیم. اینو سیو میکنیم، میایم اینور و میبینیم که بله تغییراتمون کلا رفته از فایل HTML ما. حالا الان دوباره میریم رو برانچ تمپمون، git checkout temp. دوباره میاد اینجا، دوباره این H6 اینجا میاد. حالا من الان هر تغییر دیگه ای بدم کلا روی برانچ تمپ میره جلو. یعنی چی؟ الان من بیام یه دونه H3 بسازم، اشتباه ساختم، بیام یه دونه H3 بسازم، مثلا توش بنویسم که this is second commit of temp branch. خب میام اینور تغییراتمو میبینم، دوباره میخوام کامیت بکنم، git add نقطه git commit dash m add h3 tag. خب میگه که کامیت شد و همه چی اوکی. بعد من دوباره الان میرم رو برانچ مستر، اشتباه زدم کامیتمو، git checkout master، چکاوت یادم رفت. ببینیم که دوباره دوتا خطمون رفت. این در واقع ما هر کاری که رو برانچ تمپ انجام بدیم رو برانچ تمپ میمونه، هر کامیتی هم که رو برانچ مستر بزنیم رو برانچ مستر میمونه. الان مثلا من میخوام یه تغییری توی در واقع برانچ مسترم بدم. چیکار میکنم؟ مثلا این داکیومنت رو مینویسم مثلا گیت اینترو، سیوش میکنم. اوکی، الان هم این پایین نوشته رو برانچ مسترم، یه دونه گیت استاتوس هم میگیرم که مطمئن شم، میبینم که بله رو برانچ مسترم. یه تغییرم اینجا دادم، اینو کردم گیت اینترو. اوکی، حالا دوباره گیت استاتوس میگیرم، میبینم که دوباره میگه یه فایل تغییر داده شده داری که باید ادش بکنی و بعد کامیت بکنی. می‌نویسم git add نقطه git commit dash m modify اشتباه نوشتم، modify title tag content، کامیت میکنم. این هم کامیت میشه. میام اینجا میبینم که این بالا شده git intro. حالا اینکه اونجا چی بوده که این بالا شده git intro کاری نداریم، صرفا یه متنی رو عوض کردیم و یه تغییر رو برانچ مینمون دادیم. دوباره سویچ میکنیم رو برانچ تمپ، میبینیم که این دوباره شد داکیومنت و این دو تا خطه دوباره اومد. چی به ما میرسونه اینجا؟ یعنی که آقا ما هر تغییری که رو برانچ مستر بدیم رو برانچ مستر، رو تمپ بدیم همینه، رو 100 تا برانچ دیگه 100 تا کار دیگه انجام بدیم همینجوری میره جلو. در واقع اون ساختار غیر خطی همینه. یعنی من میتونم یه زمان برم توی مثلا برانچ مینم کار بکنم، توی زمان میتونم برم رو برانچ دوام کار بکنم و بعدا میتونم این دوتا رو به هم برسونم. حالا چجوری میتونم تغییراتی که داخل برانچ تمپ داشتم و بریزم داخل برانچ مستر؟ من کارم تمام شده، 100 تا کامیت زدم رو برانچ تمپم، وقتش رسیده که تغییراتم بیام رو برانچ مستر. دیگه نمیخوام تمپ داشته باشم، میخوام تغییراتم مستقیم داخل مستر باشه. یه کانسپتی از تحت عنوان مرج. مرج یعنی چی؟ یعنی ادغام کردن به فارسی. من میتونم دو تا برانچ رو با هم دیگه مرج بکنم و یکیشون رو بریزم روی اون یکی. چجوری این کار رو انجام میدم؟ ساختار کامندش این شکلیه، git merge اسم برانچ. حالا این اسم برانچ چجوریه؟ من برای اینکه بخوام در واقع مرج انجام بدم کافیه که برم رو برانچی که میخوام روش مرج اتفاق بیفته و اون برانچی که قراره روش مرج بشه از بیرون بگیرم بیارمش روش مرج بکنم. یعنی بعد برم روی مستر، چک اوت مستر، الان رفتیم رو برانچ مستر، گیت مرج تمپ. اینو که بزنم تغییرات برانچ تمپ هم میفته روی تغییرات برانچ مستر. یه چیز اینجا باز میشه، میگه که یه کامیت مسیجی بزن برای مرجی که زدی، چون مرج خودش یه کامیت حساب میشه. من میگم که اوکی، همین تغییراتی که نوشتی اوکی، یه دو نقطه رو میزنم، کیو رو میزنم که از این حالت بیاد بیرون. این اسم چیزی که باز شده بود ویمه و خیلی سخت کار کردم باش کلا. میبینم که میگه که مرج انجام شده و همه چی الان اوکیه. یه دونه گیت استاتوس میگیرم، تو گیت استاتوس هم میگه که روی برانچ مستر هستیم و هیچی برای کامیت کردن نیست. همونطور که میبینید کل تغییراتی که داشتیم روی برانچ تمپمون اومده اینجا. بریم ببینیم که الان همه چی سیفه. ولی این نکته جالبی هست، توی برانچ مستر من اومدم این تایتل رو عوضش کردم
ولی که این کار کردم بعد از اینکه برنچ تمپو ساختم. شما زمانی که یه برنچ میسازی، برنچ تو از یه کامیتی از روی برنچ دیگه داری میسازی دیگه. برنچ کلا همشون زیر مجموعه یه برنچن، اونم برنچ مسترمونه. و زمانی که من برنچ تمپو ساختم این تایتلا رو تغییرش نداده بودم و همون داکیومنتی که بودش. ولی رو برنچ مستر خب بعد از اینکه برنچ تمپو ازش کشیدم بیرون، توی چند تا کامیت بعدش حتی اومدم این تگ تایتل رو عوضش کردم، محتویاتش رو. و همونطور که می‌بینید بعد از اینکه مرج کردم تغییرات مستر توی این خط، توی خط 7 اوورراید شده روی تغییرات برنچ تمپمون. چرا؟ چون تغییر اون در واقع خطه از برنچ مستری که اون زمانی که تمپو کشیدم بیرون تغییر روش ایجاد نشده و این تغییر ارجحیت داره. خب این از کانسپت مرج بود. حالا یه وقتایی هست که ما به مرج کانفلیکت میخوریم. یعنی چی؟ الان من میام رو برنچ تمپ دوباره میام می‌نویسم که گیت چک اوت تمپ. رفتم رو برنچ تمپ. رو برنچ تمپ هم میام هایو میکنم هلو. اوکی، تغییراتمو کامیت میکنم. گیت اد نقطه گیت کامیت داش ام modify hi to hello. کامیت هم انجام دادم. حالا دوباره الان میام رو برنچ مستر، میخوام دقیقاً همین خط ها عوض بکنم، همین کلمه رو به همین خط ها میخوام عوض بکنم. به جای های می نویسم سلام. اوکی، دوباره تغییرات هم کامیت میکنم. گیت اد نقطه گیت کامیت داش ام چنج یا مودیفای. حالا من الان چنج میذارم، چنج های تو سلام. خب تغییرات هم کامیت کردم. میام اینجا نوشته سلام، میام اینور گیت چک اوت تمپ و اینجا می نویسه هلو. الان من یه خطمو تو دوتا برنچ تغییرش دادم. حالا الان میخوام مرج رو انجام بدم. میام می نویسم که گیت چک اوت گیت چک اوت مستر. میبینید که اینجا دوباره شده سلام. حالا می نویسم که گیت مرج تمپ. این کاری که انجام بدم دیگه به کانفلیکت میخوره. اینجا دقت بکنی وقتی که گیت مرج تمپو زدم اومد به من گفتش که کانفلیکت خوردی. توی فایل index.html یه مرج کانفلیکتی اتفاق افتاده. کانفلیکت چیه؟ میگه که ببین روی برنچ هدمون همون منظورمون مستر، یه چیزی که الان هستیم آخرین کامیت مستر، توی این خط نوشته سلام و توی برنچ تمپ تغییراتی که داره میاد این اینکامینگ چنج، خب تغییراتی که از مرج داره میاد روی این برنچ نوشته هلو. حالا به نظرت کدوم یکی از اینا باشه؟ اکسپت کارنت چنج رو بزنم تغییراتی که برنچ مستر ارجحیت داده میشه. اگر اکسپت اینکامینگ چنج رو بزنم تغییراتی که از برنچ تمپ داره میاد ارجحیت داده میشه. من میخوام بذارم تغییراتی که از برنچ تمپ روی این خط میاد و برام ارجحیت قرار بده. خب همونطور که میبینید این کار اتفاق افتاد و به جای سلام نوشت هلو. یعنی من انتخاب کردم که توی این خط کدومی که از تغییراتم توی دو تا برنچ کدوم یکی این تو باشه. خب فایلمو سیو میکنم، میام اینجا میبینم که همه چی سیفه. ولی یه اتفاقی اینجا افتاده. من اگه یه گیت استاتوس بگیرم میبینم میگه که آقا تو یه دونه تغییر داشتی. تغییر چی بوده؟ همین بوده که اولویت مشخص کردم بین تغییری که رو برنچ تمپ بوده و تغییری که رو برنچ مستر بوده. حالا این تغییری که اتفاق افتاده رو باید کامیتش هم بکنیم. پس میام می‌نویسم گیت اد نقطه گیت کامیت داش ام می‌نویسم ریزالو کانفلیکت و تغییرات انجام میشه. یه گیت استاتوس میگیرم و میبینم که همه چی سیفه و همه چی امن و امانه. رفرش میکنم و همه چی اوکی. حالا من میخوام برنچ تمپمو کلا پاک کنم، مثلا دیگه نیازش ندارم. می‌نویسم که گیت برنچ داش دی اسم برنچم میزنم و میگه که برنچ تمپ دیلیت شد. الان دیگه من اینجا گیت برنچ بگیرم برنچ تمپو نمیبینم، فقط مستر رو میبینم. خب تا اینجای کار یاد گرفتیم که خودمون چجوری باید با گیت کار بکنیم. حالا برای اینکه بتونیم با هم دیگه روی پروژه کار بکنیم نیازه که یه سری چیزای دیگه هم یاد بگیریم. یه کانسپتی هست توی گیت تحت عنوان ریموت، یعنی که ما میتونیم ریپوزیتوریمون رو به جای اینکه فقط روی سیستم خودمون داشته باشیم روی یه سیستم دیگه، روی سرور دیگه چیزی داشته باشیم که به اون اصطلاحا میگیم ریموت ریپوزیتوری. برای این کار فقط کافیه که ما یه سرور داشته باشیم تا بتونیم گیت رو روش بیاریم بالا. ولی از اونجایی که هزینه نگهداری سرور خیلی زیاده و ممکنه کانفیگش هم خیلی زمان ببره، یه سری سرویس وجود داره که این کارو برای ما انجام میده.
مثل چی؟ مثل گیت هاب و گیت لب. این دو تا سرویس خیلی معروفن بین دیولپرها. معمولا برای پروژه‌های اوپن سورس از گیت هاب استفاده میکنن، برای پروژه‌های پرایوت هم از گیت لب. البته این دو تا رو جای همدیگه هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی به خاطر بحث رقابتی که بین این دو تا وجود داشته از اول، یه سری فیچرهایی اضافه کردن که کاربردهای مختلفی برامون داشته باشه. الان ما میخوایم یاد بگیریم که با گیت هاب کار بکنیم. برای این کار میریم داخل سایت گیت هاب و یه اکانت میسازیم. توی گوگل گیت هاب رو سرچ میکنم، البته اینجا اشتباه نوشتم. حالا میریم داخلش. این سایت گیت هابه. ببینید که خیلی از شرکت‌های معروف دارن از گیت هاب استفاده میکنن. خیلی کاری با پایینش نداریم. میریم که ساین اپ بکنیم. بعد از که روی ساین اپ زدیم میگه که ایمیلتون رو وارد کنیم. کانتینیو میکنم، یه پسورد براش میذارم. یوزرنیم هم میذارم زود کد. من نمیخوام ایمیل بگیرم. و میگه که برای کپچاش میگه که باید پازل حل کنیم. پازل رو حل میکنیم و کریت اکانت میکنیم. یه کدم برای جیمیل اون فرستاده که بعد باش وریفای کنیم. خب تو این صفحه میخواد یه سری اطلاعات از شما بگیری که بهتر بشناستتون و سرویسایی که داره بهتر به شما تبدیل کنه. من میذارم تو تیمی که کار میکنم 2 تا 5 نفره و استودنت هستم. خب اینجا میگه که چه فیچری از گیت هاب هستش که دوست داری ازش استفاده بکنی. من فعلا میذارم کامیونیتی. خب تو این صفحه هم میخواد از اون پول بگیره و من نمیخوام پولشو بدم. تصویر خیلی قشنگی نشونه میده و میره که اکانتمون رو بچاقه. خب اکانتمون چاقیده شد. فقط نکته خیلی مهمی رو بگم، اینکه حتما پروفایلتون رو تکمیل کنید. یعنی هم اسم خودتون رو حتما بذارید، هم عکس خودتون. حتما پروفایل رو کامل بکنید و سعی کنید که خودتون باشید. اسم عجیب غریب و عکس عجیب غریب نذارید. کلا فضای داخلی گیت هاب این شکلیه. این بغل یه دکمه هست، این شکلی کرییت ریپوزیتوری. من اینو میزنم، میخوام یه ریپوزیتوری بسازم. تو این اینپوت میتونیم اسم ریپوزیتوری رو وارد بکنیم و این زیرم خودش میگه که اگر میخوای اسمی باشه که کوتاه باشه و خیلی تو خاطر آدم بمونه، میتونی از این اسم استفاده بکنی. من چون ریپوزیتوری تسته همین اسم رو استفاده میکنم. میتونم براش دیسکریپشن وارد بکنم و بگم که ریپوزیتوری پرایوت یا پابلیکه. داستان این پرایوت پابلیکه چیه؟ شما زمانی که روی گیت هاب یا پروژه رو میارید بالا، میتونید تصمیم بگیرید که این پروژه شما رو بقیه بتونن ببینن یا اینکه نه، فقط و فقط خودتون یا کسایی که دوست دارید ببینن ریپوزیتوری رو. اینجا میتونید تعیین بکنید که چه کسی میتونه ریپوزیتوری رو ببینن. این زیرم داره میگه که با یه فایل ریدمی اینیشییت بکنم ریپوزیتوری یا نه، که من فعلا نیازی ندارم بهش. ریپوزیتوریمو میسازم و ریپوزیتوریم ساخته میشه. اینجا صفحه داخل ریپوزیتوریمه، همونطور که میبینید اسم پروفایل هم اینجاست و اسم ریپوزیتوری که ساختم. اینجا برای من توضیح داده که چجوری میتونم به این ریپوزیتوری وصل بشم. خب من میام توی وی اس کدم، همون ریپوزیتوری که داشتم میخوام بذارمش روی گیت هاب. چیکار باید انجام بدم؟ اینجا اومده گفته میگه که اگه کلا ریپوزیتوری نداری بیا با این کامندا بساز، یا اینکه میگه اگر ریپوزیتوری داری بیا فقط ریموت رو بهش اضافه کن. خب همونطور که اینجا میبینید یه کامند اینجا به ما داده که با ریموت شروع میشه. حالا کامند ریموت چیه؟ کامندی که ما میتونیم آدرس ریپوزیتوری ریموتمون رو بهش بدیم و به یه اسمی برامون اینو بسازدش. من کامندو کپی میکنم، با جاش کپی میکنم، میام اینجا میزنم. هیچی نمیگه، یعنی که آقا هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ مشکل نداریم. خب میگه که بیا اسم برنچت هم بذار مین. شاید جالب باشه چرا اینجا میگه مین، به این دلیل که قبلا اسم برنچ اصلی گیت مستر بود، بعد سر اتفاقاتی که سر نجات پرستی و داستانای بردهداری و اینا که اتفاق افتاده بود، اومدن گفتن که آقا مستر اسم درستی نیست، ممکنه یادآور خاطره این مسائل بشه و بهتره که عوضش بکنی. اومدن و به جای مستر گذاشتن مین. ولی شما وقتی ریپوزیتوری رو اینیشییت میکنید اسم برنچ اصلیتون همچنان مستره. برای اینکه این اتفاق بیفته و این عوض بشه به مین، اومده گفته این کامندم لابلای کامندات بزن. حالا ما میگیم باش، کامندمون رو میزنیم و میگه که همه چی اوکیه. اگه دقت بکنه اینجا اسم برنچ من عوض شد و اگر گیت برنچ بگیرم میگه که تو یه دونه فقط برنچ مین داری، یعنی انگار برنچ مستر من تبدیل به مین شد. این زیرم گفته که میتونه با گیت پوش دش یو اوریجین مین تغییراتتو بذاری روی سرور. من اینو الان میزنم ولی میخوام توضیح بدم کامل که گیت پوش دقیقاً چیکار میکنه. من اینو میزنم و از من میخواد که به اکانت گیت هابم دسترسی بدم بهش. حالا میکنم، میگه که دسترسی میدی که وی اس کد استفاده بکنه، میگم آره اوکیه و دسترسی بهش داده میشه.
و همونطور که اینجا میبینید اومده توضیح داده که برنچ مین لوکالمون رفته رو برنچ مین ریموتمون و همه چی اوکی بوده. خب من یه دونه گیت استاتوس بگیرم، میبینم که همه چی نرماله و همه چی اوکیه. میام داخل ریپوزیتوریم و یه رفرش میکنم. خب میبینیم که فایل index.html اومده اینجا و پروژه‌مون رفته داخل گیت هاب. روی فایلمون هم کلیک بکنیم میتونیم محتویاتش رو بخونیم. بعد این بغل هم یه قسمت داره که میتونیم تعداد کامیت هایی که خورده و اینکه چه کامیت هایی خورده روی پروژه‌مون هم ببینیم و طبیعتا میتونیم روی هر کد از اینا سوئیچ بکنیم و محتویاتش هم ببینیم. این بالا به ما نشون میده که چه برنچه‌ای وجود داره و اگه بخوایم میتونیم بینشون سوئیچ بکنیم. خب بریم یه تغییری داخل کدمون ایجاد بکنیم. من می‌نویسم یه دونه گیت استاتوس اول بگیریم که ببینیم که داریم چیکار میکنیم که میگه همه چی اوکیه. من این خط 15 رو کپی میکنم، داخلش یه چیزی مینویسم، مثلا مینویسم this is first commit on origin، بقیه‌اش هم پاک میکنیم. خب مینویسیم git add نقطه git commit dash m add another h3 tag. خب اینو میزنیم و کامیت ما زده میشه. الان میخوایم تغییراتی که داریم رو بفرستیم داخل ریپوزیتوری ریموتمون. الان من بیام اینجا رفرش بکنم میبینیم که هنوز همچنان 11 تا کامیته و داخلش که میام اون کامیتی که آخر زدم توش نیست. مسیج آخرین کامیت هم چی بود؟ add another h3 tag، در صورتی که اینجا هم چیزی نمیبینم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد تغییراتی که داشتم رو پوش بکنم روی ریپوزیتوری ریموتم. چجوری این کارو میکنم؟ مینویسم git push، از دستور پوش استفاده میکنیم، origin main. یعنی چی این کامند؟ دارم بهش میگم که آقا هر چیزی که داخل برنچ مین من هست و بریز داخل برنچ مین ریپوزیتوری ریموتم که اسمش اوریجینه. اینتر رو میزنم و میبینم که تغییراتم میره بالا. میام اینور رفرش میکنم و کامیتم رو اینجا میبینم. پس من این شکلی میتونم تغییراتی که دارم و داخل ریپوزیتوری ریموتم بریزم. همونطور که میبینی تغییراتم هم اینجا اومده. حالا چرا ما این کارو میکنیم؟ الان من میتونم یه نفر دیگر رو به این ریپوزیتوری اد بکنم و میتونم کدمو باهاش شیر بکنم و اینکه میتونیم با هم دیگه روی این کد کار بکنیم، کارا رو تخص بکنیم و کارمون رو انجام بدیم. حالا من میام یه برنچم روی این میسازم، git branch، مثلا اسمشو میذارم dev، روش چک اوت میکنم، من میرم روی برنچ dev، یه خطم اینجا اضافه میکنم، توش یه سری توضیحات مینویسم، مثلا مینویسم که this is زود کد، مثلا تغییراتمو اد میکنم و کامیتش میکنم. خب کامیتمو زدم، یه دونه گیت استاتوس میگیرم و میبینم که همه چیز سیفه. می نویسم git push origin dev. من این کاری که انجام بدم میره داخل ریپوزیتوری ریموت من یه دونه برنچ میسازه، اسمشو میذاره dev و تغییراتمو داخلش نشون میده. حالا اینجا رو بزنم یه برنچ دیگه دارم که اسمش dev، برم توش تغییرات کدمو اینجا میبینم. میبینی همین خط 17 اینجا اضافه شده. ولی اگه برم رو برنچ مستر یا برنچ مین، طبق همون انتظاری که روی لوکال داشتیم اینجا هم همینه. بیام رو برنچ مین میبینم که تغییرات هم اینجا نیست. میبینیم که خط 17 اینجا خالیه و تغییراتی توش نداریم. حالا ما میتونیم یه سری کارهای دیگه هم با این گیت هاب انجام بدیم. مثلا بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم بدون پول ریکوست بسازیم. پول ریکوست چیه؟ مثل اون که بخوایم به اونر این پروژه یه درخواست بدیم که تغییرات برنچ دیو ما رو به برنچ مین اکسپت کنه. برای همین کار میایم بدون پول ریکوست میسازیم. میگه که بیا برنچ هایی که میخوای تعیین کن. داره میگه که از برنچ دیو میخوای بریزی رو برنچ مین و تغییراتی هم که این وسط اتفاق افتاده رو برای ما نشون میده. میبینید که میگه که خط 17 یه چیزی اضافه شده، خط 18 و 19 هم وایت اسپیس بوده. پول ریکوست هم میسازم و میتونم برای پول ریکوست هم یه تایتل مشخص بکنم یا حتی یه دیسکریپشن بنویسم و همینطور مثلا به یه ریویوری ادش بکنم، به یکی اساینش بکنم، یه لیبلی بهش بزنم که حالا اینا جلوتر بهش میرسیم، چیز خاصی نیستن. پول ریکوست هم میسازم.
و اینجا میتونم پول ریکوست هم ببینم. یعنی اگه من بیام داخل ریپوزیتوریم، این بالا یه دونه پول ریکوست دارم. پول ریکوست رو باز میکنم، اسمش رو میبینم و یه اطلاعاتی از پیارو به ما نشون میده. یه دکمه اینجا هست تحت عنوان مرج پول ریکوست. من اینو که بزنم مرج انجام میشه، کانفرم میکنم و مرج میشه. خب میایم داخل ریپوزیتوریمون، اینجا میبینیم که یه کامیت اضافه شده. بریم تو لیست کامیت ها، یه کامیتی از تحت عنوان مرج پول ریکوست 1 از زود کد اسلش دیو. یعنی از برنچ دیو به برنچ مین اون یه پول ریکوستی اتفاق افتاده که این مرج شده. میگیم که اوکی. حالا میایم داخل فایل index.html مون رو برنچ مستر یا مین، میبینیم که تغییراتمون اضافه شده و همه چیز اوکیه. یعنی این خط 17 و 18 و 19 که اضافه کرده بودیم رو برنچ دیو الان داخل برنچ مینمون هستن و مرجمون انجام شده. حالا سوالی که پیش میاد، الان روی لوکال منم این اتفاق افتاده یا اینکه نه تغییرات روی برنچ مین من نیومده، یا اصلا برنچ دیو وجود داره یا نه؟ برای این کار میام داخل بی اس کد یه دونه گیت استاتوس میگیریم. اول گیت استاتوس به ما میگه که آقا هیچ اتفاق خاصی نیافتاده و ورکینگ تریمون هم کلینه. میام داخل برنچ مینمون گیت چک اوت مین، میبینیم که خط 17 و 18 و 19 که اضافه کرده بودیم رو برنچ دیو روی مین لوکالمون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرج ریکوستمون رو روی سرور انجام دادیم و ما نیاز داریم که با تغییرات سرور سینک بشیم. یه کامندی هست تحت اون گیت پول، داخل ترمینال می‌نویسیم گیت پول اوریجین مین. تقریبا ساختار شبیه همون گیت پوشه. خب می‌نویسیم گیت پول اوریجین مین و اینتر میزنیم. این کاری که انجام میده میره تغییراتمون رو از برنچ مین اوریجین برمی‌داره میاره و میریزه روی برنچ مین لوکالمون. همونطور که می‌بینید خط 17 و 18 و 19 اضافه شده و من الان کاملا با ریموتم سینکم. خب به همین سادگی الان من کاملا میتونم با هر کسی که بخوام روی گیت هاب کار بکنم، میتونم کدام بهش بدم، کدشو بگیرم رو سیستمم داشته باشم و باهاش کلابریت کنم. ما تا اینجای کار فهمیدیم که چجوری میتونیم با گیت کار بکنیم و اینکه یه ریپوزیتوری ریموت چیه. نکته مهم اینه که ما چجوری میتونیم از گیت استفاده درست بکنیم. یعنی اینکه یه جوری ازش استفاده بکنیم که بیشترین کمک رو به ما بکنه. اولین نکته اینه که ما کی باید کامیت بزنیم. آیا به ازای هر خط کدی که اضافه کردیم باید یه کامیت بزنیم یا اینکه نه یه فیچر رو کامل که پیاده کردیم باید کامیت بزنیم؟ هیچ کدوم. زمانی کامیت میزنیم که یه فانکشنالیتی به کدمون اضافه شده. منظورم از فانکشنالیتی چیه؟ فرض کن که یه صفحه لاگین داریم و میخوایم که این فیچر رو پیاده سازی بکنیم روی پروژه‌مون. من میتونم به ازای ساختن فایل HTMLش یه دونه کامیت بزنم، به ازای اد کردن تگای HTML سادهش، همون تگای سوبری خود HTML یه کامیت بزنم، بعد به ازای خط به خطی که اومدم داخلش تگ ساختم و استایل دادم و منطقش رو نوشتم بیام یه دونه کامیت بزنم. ولی خب این کار اشتباهه. ما تو ذهنمون پروژه رو به چند قسمت تقسیم می‌کنیم معمولا وقتی می‌خوایم بزنیم. با خودمون میگه خب اوکی، اول یه فایلی می‌سازیم، یه فایل HTML، جاوا اسکریپت، CSS چیزی می‌سازیم، بعدش میایم داخلش اینا رو به هم دیگه لینک می‌کنیم و استراکچر کلی صفحه لاگینمون رو با HTML در میاریم. مثلا فرم می‌ذاریم داخلش، لوگومون رو می‌ذاریم و بعدش میایم استایل میدیم و وصلش می‌کنیم به کدای جاوا اسکریپت. ما میتونیم به ازای هر کدوم از این تغییرات نه نسبتاً جزئی و نه نسبتاً کلی یه کامیت بزنیم. ولی یه نکته خیلی مهمی هست، اون هم اینه که کدی که ما داریم مینویسیم و کامیتش میکنیم اون کد حتما باید کار بکنه. یعنی که کد ما ناقص نباشه. یعنی نیام بگیم اوکی خط اول فانکشن رو نوشتیم، حالا میخوایم بریم خط دوم فانکشن، در صورتی که هنوز فانکشنمون رو نبستیم، بعد بریم هر مرحله‌اش هم کامیت بزنیم. این اشتباهه. همیشه کد ما باید توی استیتی باشه که زمانی که رفتیم روی اون کامیت کد کار بکنه و ببینیم که اون تغییرات توی این کامیت چی بوده. ولی کلا این داستانی که ما که کامیت بزنیم یه جوری بعدن دستت میاد، یه مقداری که با گیت کار بکنی این مسئله برای جا میفته. ولی میگم نکته خیلی مهم اینه که زمانی کامیت بزنی که یه فانکشنالیتی اد شده باشه، چیزی که به عنوان یه یوزر بتونی حسش بکنی. حالا اگه کد بک توی API یه چیزی نمایان بشه، یا یه ریفکتوری اتفاق افتاده، یا یه مودیفیکیشنی اتفاق افتاده که قابل درکه، یا مثلا توی پروژه‌ای که UI دارن یه تغییری رو بتونیم حس بکنیم. خلاصه جوری باشه که ما هر کامیتی که جابجا میشیم برام مشخص باشه که تغییری که توش اتفاق افتاده چیه و اون تغییر نه انقدر زیاده که چند تا تغییر باشه، نه اونقدر کمه که بخوایم 10 تا کامیت بریم جلو تا برسیم به اون جایی که میخوایم. ولی یه اتفاق دیگه‌ای هم میفته. ممکنه که شما یادت بره کامیت بزنی، خیلی طبیعیه. من همون اول که استارت زده بودم این اتفاق برام زیاد میافتاد. مثلا میرفتم 3 صفحه 4 صفحه کدش رو میزدم، بعد میگفتم اصلا یادم رفت کامیت کنم.
اتفاقیه که میفته، ولی شما باید سعی کنید که بعد از هر فانکشنالیتی که اد می‌کنی به کدت یادت بمونه که کامیتشو بزنی. این چیزی که الان میخوام بگم قاعده خاصی توش نیست، یعنی این حرف خودش به صورت مجزا حرف اشتباهیه، ولی خیلی کمکت میکنه که بفهمی که کی باید کامیتتو بزنی. اونم که سعی کن تغییراتت بیشتر از 20 خط نشه و بیشتر از 4-5 تا فایل توی کامیت تغییر نکنه. میگم خیلی بستگی به پروژه داره، خیلی بستگی به خودت داره و خیلی بستگی به شرایطی داره که توش داری کد میزنی، ولی به صورت کلی اگر یه همچین لیمیتی تو ذهنت باشه احتمالی که یادت بره که بعد کامیت بزنی خیلی کمه. ولی میگم اولویت اون داستان فانکشنالیتی خیلی بالاتره، چیزی که بتونیم حسش بکنیم و کدمون کار بکنه، صرفا برای اینکه یادت نره کامیت بزنی. حالا ما فهمیدیم که کی باید کامیت بزنیم، ولی این نکته خیلی خیلی مهمتر هست. آقا ما یه پروژه داریم 100 تا براش کامیت زدیم، 200 تا کامیت زدیم، 300 تا کامیت زدیم. کامیت ها جوری باید ساخته بشن که مشخص باشه که توش دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اگه یادتون باشه ما زمانی که کامیت میساختیم میومدیم یه دونه مسیج هم بهش میدادیم و توی این مسیج هر چیزی ما میتونیم بنویسیم. حتی میتونیم هیچی ننویسیم، یعنی یه دونه اسپیس بندازیم، فوش بنویسیم یا مثل آدم توضیح بدیم که تو اون کامیت چه کار کردیم. مثلا من یادم یه جایی داشتم کار میکردم، یه برنامه‌نویسی اونجا بود و همونجوری از سر تفریح رفتم ببینم که کامیتایی که روی پروژه زده چیا بوده و هر چقدر میرفتم پایینتر برام دارکتر میشد تا رسیدم به یه کامیتی که نوشته بود before save. خیلی برام عجیب بود که تو کدتو سیو نکردی چجوری کامیتشو زدی، بعد حالا کامیتش هم زدی از کجا معلومه که چی توش بوده، کی بیفور سیو، تو چه فیچری دقیقاً. سر همین سعی کنید که مسیج کامیتر الکی نذارید. درسته اون تایمی که داری کامیت میکنی اگر دشمو بهش ندی نمیذاره کامیت بکنی، ولی اون داره فورست میکنه که مسیجی رو بزنی که بعداً وقتی رسیدی بهش به دردت بخوره و بدونی که تو این کامیت چه اتفاقی افتاده. حالا یه قاعده ای هست که ما میتونیم رعایت بکنیم و میتونیم رعایت نکنیم، ولی اگر این کار رو انجام بدیم هم داریم اصولی از گیت استفاده میکنیم، هم یه بدبخت دیگه اومد به پروژه اد شد راحت میفهمه که تو هر کامیت چه اتفاقی افتاده و اینجوری براش عجیب نیستش که چرا این شکلی کامیت زدی. قاعده چیه؟ ما توی هر کامیتمون کلا چند تا کار بیشتر نمیتونیم انجام بدیم. یا داریم یه چیزی رو اد میکنیم به پروژهمون، یا داریم پاکش میکنیم، یا داریم تغییرش میدیم، یا یه باگی بوده فیکسش کردیم. کلا تعداد کارامون محدوده، پس ما کارامون رو به این دسته‌بندی تقسیم میکنیم. کلا یه چیزی میگم داریم اضافه میکنیم یا پاک میکنیم یا تغییر میدیم، باگی رو فیکس میکنیم یا همچین چیزی. پس خیلی بهتره که از همین فعلام استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم برای اضافه کردن از فعل اد استفاده بکنیم، برای ایجاد تغییرات از مودیفای، پاک کردن دیلیت و برای فیکس کردن یه باگ از فیکس استفاده بکنیم. حالا نکته بعدی چیه؟ اینکه این فعلی که ما داریم توی کامیت مسیجمون استفاده میکنیم، این فعل باید زمان حال ساده باشه. چرا؟ چون وقتی که ما داریم میزنیم، وقتی داریم کامیتو میزنیم، خیلی برام منطقیه که به جای اد بنویسیم ادد مثلا فلان چیز یا مثلا دیلیتد فلان فایل. خب خیلی منطقیه اون لحظه، ولی چرا این کارو نمی‌کنیم؟ چون بعدا اگه خواستیم دنبال یه کامیت خاصی بگردیم، یه نظم خاصی بین این فعلا باشه تا جایی که میتونن کوتاه باشن که ما راحت‌تر بتونیم کامیتمون رو پیدا بکنیم. نکته بعدی این که فعل حتما اول کامیت مسیج باشه که میگم راحت‌تر بتونیم پیداش بکنیم و گیج نشیم بین این که چرا جملاتمون فعلاشون با هم دیگه فرق میکنن، ساختارشون با هم دیگه فرق میکنن. نکته بعدی اینه که ما بیایم توضیح بدیم که کجا چه اتفاقی افتاده. به عنوان مثال توی صفحه لاگین من فرض کن که یه دونه لوگو اد کردم به پیجم. کامیت مسیجم میشه اد لوگو تو لاگین پیج. به همین سادگی، یعنی بعدن که اینو بخونی هم خیلی کوتاهه، هم که خیلی ساده توضیح داده که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، کجا چه اتفاقی افتاده، اد شده، ریموو شده، مودیفای شده، چی شده، توی کدوم صفحه و چی روش این اتفاق افتاده. پس قاعده کلی ما شد استفاده از اون چند تا فعلی که گفتم توی زمان حال ساده، اون چیزی که روش اون کار انجام شده و اینکه کجا اتفاق افتاده. به همین سادگی. کلا از نظر من دیولپری که مسیجای کامیتش رو نمیتونه خوب بنویسه دیولپر خوبی نیست، چون اون ظرافت کاری که دیولپر باید داشته باشه رو نداره. اینکه آینده نگر باشه، اینکه بعدا ممکنه یه اتفاقی بیفته و بخواد بیاد ورژن قبلی کدش رو نگاه بکنه و بفهمه که باید چیکار کنه. پس شما سعی کنید که هر جایی که میرید برای هر پروژه‌ای، حتی پروژه شخصی خودتون، حتی اگر رو گیت هاب نمیخوای بذاریش، حتما توی همین فرمت کامیتتو بزنی، چون یک کارتو تمیز انجام دادی و دو آینده نگر بودی که اگر بعدا نیاز داشتم که به این ورژن برگردم بدونم این ورژن توش چه اتفاقی افتاده. و سه اینکه عادت میکنی به اینجوری کامیت زدن. همین قاعده برای برنچام وجود داره. من تو خیلی از تیم‌ها دیدم که طرف میاد اسم خودش رو مینویسه به عنوان اسم برنچ، بعد مثلا میبینی بعد از یه سال کار کردن اسم 50 نفر تو اسم برنچ ها هست. و خب این خیلی مسخره است. یعنی چی؟ اگه من نیاز داشتم که بیام به اسم خودم
یه برنچ جدا بکنم و توش کدامو بزنم که دیگه اصلا گیت استفاده نمی‌کردیم. اینجا فلش رو برمی‌داشتیم به هم دیگه میدادیم و کدامو می‌ریختیم توش. پس این روش کلاً فیله. ما اسم برنچمون رو چجوری انتخاب می‌کنیم؟ بر اساس اون فیچری که داریم روش کار می‌کنیم. به عنوان مثال من یه پروژه‌ای دارم که دارم لاگین پیجش رو میزنم. یه برنچ میسازم و اسمش رو میذارم لاگین پیج و تمام کدایی که مربوط به لاگین پیج رو داخل اون برنچ میزنم. و آخر سرم میام برنچم با برنچ مستر یا حالا برنچ دیو هم مرجش میدم. اینجوری هم میدونم که تغییرات مربوط به لاگین پیج کجا اتفاق افتاده، تو کدوم برنچ اتفاق افتاده و برنچ مسترم هم کثیف نمیشه. مشخصه هر یه کامیتی که میرم جلو انگار یه فیچر روش پیاده سازی کردم و هر کدوم از کامیت‌ها میجوکوس برنچ فیچری که روش پیاده کردم. پس ما میایم بر اساس کاری که داریم انجام میدیم اسم برنچمون رو انتخاب میکنیم. و نکته بعدی که هست اینه که اصلا نگران زیاد شدن برنچ‌ها نباشید. کلا برنچ چیز ارزونیه داخل گیت. چیزی که همیشه میمونه و چیزی که خیلی باید برام مهم باشه کامیته. کامیت هیچ وقت از درخت گیتمون پاک نمیشه مگر اینکه یه سری کامندها رو بزنین که این اتفاق بیفته. ولی جوری کلا ساخته شده کانسپت کامیت که شما نیاز نداشته باشین رو پاکش بکنین و اصلا بهش فکر هم نکنین. ولی برنچ اینجوری شما میتونی 1000 تا برنچ بسازی 1000 تا هم پاک بکنی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. صرفا اون لحظه که داری کد میزنی خیلی بهت کمک میکنه که ساختار کدت خیلی منظم باشه. پس ما میایم برای هر فیچری که به کدمون اضافه میکنیم یه برنچ میسازیم، روش کامیتاشو میزنیم و بعد مرجش میکنیم به برنچ اصلیمون. حالا نکته دیگه ای که خیلی برای ما مهمه این وسط اینه که اوکی ما داریم خودمون این قواعد رعایت میکنیم، آیا بقیه هم تیمیامون هم دارن این کارو میکنن؟ ببین کلا توی هر کار گروهی نیازه که همه یه قوانین مشخصی با هم رعایت بکنن. اگه هر کی ساز خودشو بزنه که پروژه جلو نمیره. حالا ما برای این کار میایم یه فلو یا بین خودمون قرارداد میکنیم که هممون این شکلی با گیت کار بکنیم. اون شکل چیه؟ ما میایم یه برنچ مین تعریف میکنیم و از برنچ مینمون یه برنچ میکشیم تحت عنوان دیو یا دیولپ. دیگه هر کدی که میخوایم بزنیم رو برنچ دیولپ میزنیم و کامیتامون رو حتی میتونیم مستقیم روش انجام بدیم. ولی نکته مهم اینه که ما هیچ وقت روی برنچ مین یا برنچ مسترمون به هیچ عنوان مستقیم کامیت نمیزنیم. همیشه یه برنچ میکشیم بیرون، تغییراتمون روش انجام میدیم، کامیتامون رو میزنیم، بعد مرجش میدیم با مین. حالا ما برای اینکه تغییراتمون باز یه مقداری کنترل شده تر باشه میایم یه برنچ دیو از مین میکشیم بیرون که الان توضیحشو دادم و باز رو برنچ دیومون هم مستقیم کامیت نمیزنیم. به ازای هر تاپیکی که داریم یه دونه برنچ از دیو میکشیم بیرون، کامیتامون رو روی اون برنچ تاپیکمون مثلا فیچر لاگین یا مثلا یه باگی رو فیکس کردیم خب روش انجام میدیم، کامیت میکنیم و بعد مرجش میدیم با برنچ دیولپ. بعد بقیه فیچرها رو این رو با هم دیگه انگار تست میکنیم برای خودمون، مطمئن شدیم که همه چی اوکیه و نیاز به تغییر نداره، یه مرج میدیم از برنچ دیو به برنچ مینمون. چرا برنچ دیو وجود داره؟ چون ممکنه که این فیچرها با هم دیگه سازگاری نداشته باشن یا مثلا دو تا فیچر با هم دیگه رفته باشه جلو و بخوان با هم دیگه سینک بشن، با هم دیگه مرج بشن روی دیو و ممکنه که یه سری باگ به وجود بیاره. ما رو برنچ دیومون این کارو انجام میدیم که اگر به مشکل خوردیم یه برنچ فیکس از توش بکشیم بیرون، باگمون رو فیکس کنیم و دوباره مرجش بدیم با دیومون و در نهایت هم هر چیزی که روی دیو هست رو مرجش میدیم به برنچ مینمون. این شکلی فقط و فقط روی برنچ مینمون کامیتای مرج خورده و فقط از برنچ دیومون هم داره روش مرج اتفاق میفته. بعد به ازای هر فیچرمون هم یه برنچ داریم که از روی برنچ دیومون کشیدیمش بیرون و به برنچ دیومون هم مرج دادیم. حالا یه موقعی هست کدمون رو داریم دست مشتری و یه باگی توش پیدا شده و برنچ دیومون هم خیلی جلوتر از برنچ مینمونه. منطقی نیستش که وایسیم تا دیومون فیچراش تموم بشه بعد مرجش بدیم به مین، بعد تازه بریم یه برنچ دوباره از دیو بکشیم بیرون، باگو روش فیکس بکنیم، دوباره بزنیم به مین. خیلی طول میکشه. برای این چیکار میکنیم؟ یه کانسپتی از تحت عنوان هات فیکس. یه برنچ هات فیکس از مین میکشیم بیرون، فقط و فقط اون باگو روش فیکس میکنیم و دوباره سریع مرجش میدیم به مین. به این میگن هات فیکس، یعنی خیلی سریع باگ فیکس شده. حالا دلیل اینکه ما از این فلو استفاده میکنیم چیه؟ یکی اینکه گفتم ما بین خودمون قرارداد کردیم که اگر این فلو باشه هممون باهاش راحتیم و بیشتر نیازامون هم برطرف میشه. نکته بعدی اینه که یه سری ابزار ما استفاده میکنیم که با این فلو خیلی راحت‌تر کار میکنن، یعنی دیفالت فلو کار کردن با گیتشون همین فلویی که الان توضیح دادم. مثلا ابزار CI/CD اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که اوکی محصول نهایی که میرسه دست یوزر میشه برنچ مسترمون یا برنچ مینمون، اون حالت دیولپ یا حالت بتایی که برای خودمون داریم و مثلا میذاریم برنچ دیولپمون یا دیومون و به ازای هر فیچرمون اگر نیاز داشتیم که مجزا خودمون تست بگیریم روی کل پلتفرممون، روی برنچ فیچرمون این کارو انجام میدیم. کلا به این شکل میتونیم که یه پروژه رو کامل ببریم جلو و خوب مدیریتش کنیم.
خب آموزشمون تموم شد و شما تو این ویدیو یاد گرفتید که چجوری با گیت کار کنید، کامندهای گیت چی هن و اینکه گیت چی شد که ساخته شد. ممنونم.